قرضداری و کارت کلیدی. خریداری و یا دریافت پول و بعد با سود آن را پرداختن. انواع مختلف اعتبار وجود دارد. از جمله کارت کلیدی می باشد و یا قرضه برای خرید موتر، سایر اشکال که امکان خرید کالا و خدمات را فراهم می سازد. اعتبار هزینه دارد که در شکل قیمت و نرخ مقدار سود اضافه می شود. کارت کردیتتان فعال می ماند مگر متوجه پرداخت پیش از حد باشید. قرضداری پیش از حد یعنی مشکل در انجام تعهدات مالی، مشکل عمده در پرداختن قرض. قرضداری بیشتر می تواند دلیلش کمبود عاید ماهانه شما و همچنان مصرف زیاد شما از کارت کلیدی شما باشد. قرضداری بیشتر می تواند تاثیر منفی بر زندگی شما داشته باشد و همچنان عدم اعتماد مرجع مربوطه را در مقابل شما نشان می دهد. دوسیه کارت کلیدی شما حاوی معلومات شخصی شما و جمله قرضداری ها و هم پرداخت های شما در طول چندین سال می باشد که توسط دو آژانس دفتر کنترل می شود: ترانس یونیون، ایکیفکس. رتبه کارت کلیدی یا کارت اعتباری. این دو مرجع که از آنها نام گرفته شد از 300 تا 900 نحو پرداخت قرضه ها را ارزیابی می کنند، چون پارچه مکتب، کامیابی و یا ناکامی. این امتیاز زمان افزایش می یابد که شما پول مصرف شده را در موقع پرداخت یا تحویل کنید. اگر پرداخت شما به تعویق افتاده باشد، اعتماد بر شما کم می شود. این امتیاز امکان را فراهم می کند که ارزیابی نمایید که آیا قرض دادن به شما خطرناک است و یا خیر. داشتن یک گزارش با اعتبار به معنی اعتماد بیشتر بر شماست. شما مورد اعتماد مؤسسات و شرکت‌های مالی و مخابراتی، صاحبان خانه و حتی تجار قرار می‌گیرید. با دریافت اعتماد شما از مزایای بیشتر برخوردار می‌شوید، چون خرید خانه و یا باز کردن تجارت شخصی. اگر برای پرداخت پول قرضتان مشکل دارید، منتظر نمانید. با منابع مسئول تماس بگیرید تا در یافتن راه حل با شما کمک نمایند.